رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال میشن، سئل ای النساء خیر فقال خیر النساء من تسر. بهترین زن کی؟ میگه اون زنی که شادی در دل شوهر میکنه. یعنی شوهر که میبینه پرواز میکنه، از یعنی فکر میکنه فرشته دنیا فقط خودش داره. حالا این چه زنیه؟ خیر النساء من تسر اذا نظر، یعنی اگر مرد نگاهش کرد، مرد دیگه احساس شادی میکنه وقتی که نگاه به زنش میکنه. و تطیع اذا امر، بهترین زن اطاعت میکنه اگر بهش امر کرد. ولا تخالفه فی نفسها و مالها، مخالفت هم باش نمیکنه در مالش و در نفسش. یعنی اگر دوست داشت که بره بیرون مسافرت، نمیاد خرشو بگیره بیاد مثلا بگه نه تو حق نداری، تو زن بچه تو میخوای رها بکنی، تو میخوای با دوست رفیقات بری. نه، ولا تخالف، نمیاد مخالفت بکنه. خدیجه یادتون نره این مفاهیم رو ما از زندگی صحابیات و این زنان بهشتی میگیریم. اینا مبشرات هستن به بهشت، خصوصا خدیجه رضی الله عنها. و مالها، نمیاد مثلا بعضی از زنا هستن اگر شوهر رفت به خواهرش کادویی خرید، اسباب وسایل زندگی خرید، کمکش کرد، دیگه اینقدر این بغض کینه شوهر رو به دل گرفته یا مادر شوهر، مثل که حقوق رو سرش اومده. جدا دارم میگم، به چشم حقوق نگاه خواهر شوهر میکنن. خب چرا به این دید انسان نگاه بکنه؟ این چیز اشتباهیه، این مفهوم اشتباهیه که انسان باید معالجهش بکنه.